پرقدرتی است. استارت زد و با قدرت هم به توپ رسید. نکونام یه پاس، حالا تیموریان بازی که شوت زریه بس یه شوت توی دروازه. چه گلی میزنه های محسن، چه گلی میزنه. شاهکار آندرانیک تیموریان در تایلند. یه گل ایرانی از یه فوتبال ایرانی در مقابل تیموریان و نتیجه عالی پیروزی استقلال. حالا و تایلندی ها که اون وزولا و بوق و شیپورشونه دیگه حالا باید که از دیشب به راه انداخته بودن که خواب بچه ها استقلالو به حال دوچار مشکل بکنن بزنن کنار دیگه. حالا بوق هم میزنن ابن رو بزنن دیگه. تیم استقلال با نتیجه 2-1 دیگه رفت بالای 100% دیگه. صعود قطعی شد و استقلال حالا باید به فکر تیم اف سئول کره جنوبی باشه. شاهکار واقعا آن دو، جوری میزنه که دیگه شاید حتی بهترین دروازه‌بان دنیا هم نمیتونه این توپو بگیره. درست به کنج دروازه و نتیجه 2-1 برای استقلال. دیگه بعضی موقع میشینه دیگه، به قول معروف توپ رو پا جفت و جور میشه. از اون توپایی که جفت و جور شد و اینجوری تاق دروازه بوریرام رو فرو ریخت و اشک اونها رو همینجوری در آورد. طرفداران استقلال از نیکا، از مازندران، حتی از سربندر از جنوب ایران هم دیدیم یه تابلویی و حال همه